نام من حیات است. 26 سال هستم و از کشور اوکراین هستم. خانواده من مسیحی هستند، پس دین قبلی من مسیحیت بود. تمام ما به خداوند ایمان داشتیم، اما قسمی که میفهمید مسیحیت حضرت عیسی را نیز پسر خداوند میداند و در مسیحیت قسمی که باید به دین اهمیت بدهند نمیدهند و برایشان مهم نیست. من مدت زیادی به دنبال هدف زندگی خود بودم و با خود فکر میکردم که شاید اگر به یک کشور دیگه برم شاید قانع شوم، اگر به کشور دیگه برم شاید خوش شوم. اما قسمی که تجربه نشان داده هر وقتی که به یک کشور دیگه رفتم من کاملا احساس خوشی نمیکردم و در اینجا احساس پوچی میکردم. وقتی که از دانشگاه فارغ شدم من در کشورهای مصر و ترکیه کار کردم و در نهایت اینجا به دبی آمدم و میتونیم بگوین که در این کشور من بعضی چیزا را در مورد اسلام شنیدم. وقتی که کار میکردم مسلمان هایی که همراهیم بودن بعضی معلومات در مورد اسلام برام میدادن و مرا به راه اسلام دعوت میکردن، اما او زمان بسیار زیاد محکم بودم. من میگفتم نه، برام نگوین که من چطور زندگی کنم، خودم میفهمم، من مسیحی هستم، تو چی میخوای برام بگویی؟ من خودم میفهمم. یک بار یک نفر برام گفت اگر میخوای مسلمان شوی پس بهترین تصمیم در زندگیت میگیری. بازی کلمات و جمله مرا از داخل متحول ساخت و کاری که تا بفهمم که اسلام چی داره که مسیحیت او را نداره. بعد از این اتفاق تصمیم گرفتم تا برای خودم یک جواب قانع کننده پیدا کنم و دیدم که در دبی یک مرکز اسلامی وجود داره و من در کلاس هایشان شرکت کردم و در اونجا یک زن روسی بود که برای من تمام چیز کامل و واضح توضیح داد. من سوالای زیادی ازش میپرسیدم و استادم برام میگفت او وقت تو یک شخص محکم بودی و تو به آسانی چیزایی که میگفتم را قبول نمیکردی و گپ خودم میگفتی. پس بعد از این گفتگو بین من و استادم زیاد فکر کردم و احساس کردم که آماده هستم تا شهاده را بگویم. قبل از او فکر میکردم که اسلام فقط تروریست ها هستند به خاطر اتفاقایی که در امریکا افتاد و یا در عراق و یا دیگه اتفاقای مثلی و فکر میکردم که اینا چهره اسلام است. خانوما لباسای سیاه می پوشیدن و صورتشان دیده نمیشه و حقوقی هم در اسلام ندارن. مثلا اگر زنی عروسی کنه کاملا مثل یک برده میشه و دیگه به حیث یک خانم نیست. پس این فکرایی بود که در مورد اسلام میکردم. یادم میاد زمانایی که تازه به مطالعه در مورد اسلام شروع کردم خواندم که برای زنان خوب نیست که ابروهای خود بچینن. من در وقت یک گریمور بودم و برای من واقعا یک شوک بسیار بزرگ بود که چطور این کار انجام بدم. اگر کسی 1 سال قبل برام میگفت که تو قرار است که مسلمان شوی و لباسای اونا رو میپوشی، حتما برش میگفتم که دیوانه شدی، این امکان نداره. اما حالا میتونم این را بگویم که هر چیزی که با دانش امکان پذیر میشه، اگر دانش به دست آوردی فکر و طرز تفکرت تغییر میکنه. بعد از اسلام آوردن من بیشتر آرام شدم و زیاد با مردم با صدای بلند صحبت نمی کنم. شخصیتم آرام شده، قسمی که یک مسلمان باید رفتار کنه. خوب حرف زدن، خوب برخورد کردن، به خاطر که در کشور ما مردم خودنمایی را دوست دارن و میخواین میگویند که من بهتر هستم، من قسم هستم. اما در اسلام این را فهمیدم که همگی کوشش میکنن تا یکی دیگر را حمایت کنند، به خاطر که اگر برادر یا خواهرت کمک کنی در آخر برای خودت ثواب میشه. این احساس که حس میکنی تنها نیستی و تو را حمایت میکنن و مردم کوشش نمیکنن که از تو برای نفع خود استفاده کنند، به خاطر که اونا هر کار میکنند برای خود الله و خوشنودی او است. دانش بیشتر کسب کنید، کوشش کنید تا مرکزهای اسلامی را ببینید، کوشش کنید تا ویدیوهایی را پیدا کنید و ببینید که در مورد اسلام است. و ما باور کنید تمام چیزایی که خداوند برای مردم فرستاده در اسلام فهمیده میشه و تمامشون مطابق حکمت است. حکمت الله است که بعضی وقتا ما نمیتونیم این حکمت را بفهمیم و نمیتونین تمام سوالایی که دارین را جواب بدین، چون به
حکمت الله برمیگرده. اینا تمامش دلایلی داره که برای مردم فرستاده شده و پشت تمام اونا حکمت خداوند است.